در یاقوتستان روسیه روزی دوم است که ساکنان بر ضد مهاجران همایش اعتراضی دایر میکنند. سبب اعتراضها تجاوز یک زن روس گفته می شود. با اتهام تجاوز یک شهروند 23 ساله قرقیزستان بازداشت شده است و به گفته کمیته تفتیشاتی دستگیر شده به گناه خود اقرار کرده است. حادثه روز 17 مارس اتفاق افتاده است. بعد این ساکنان یاقوتستان با طلب آنکه مهاجران این جمهوری را ترک کنند به خیابان برآمدند. چنین اعتراضها باعث شد که دیروز رهبر و دیگر مقامات این جمهوری با ساکنان ملاقات کنند. آنها مردم را دعوت نمودند که به محاکمه خودسرانه راه ندهند و مطمئن باشند که تجاوزکاران مجازات خواهند شد. گذشته از این آیسین نیکولایف وعده داد که مقامات با مهاجرت غیرقانونی مبارزه خواهند برد. رهبر یاقوتستان گفت که من بعد در معین نمودن و اخراج مهاجران غیرقانونی تلاش بیشتر را به خرج می‌دهند و اگر ضرور شد محدودیت‌ها را در نسبت مهاجران کاری راه‌اندازی خواهند کرد. این در حالی است که شماره مهاجران تاجیک در این منطقه روسیه کم نیست و هزاران نفر را تشکیل می‌دهد. برخی از مهاجران تاجیک علاقه از بد شدن وضعیتشان و آغاز ریدها در نسبت مهاجران خبر می‌دهند.